در مورد پیری زودرس اجازه بدید که من قبل از هر چیز یک تصویری از پیری زودرس به شما ارائه بدم. پیری زودرس یعنی اینکه ایجاد چین و چروک و سفید شدن موها و ایجاد لک در ناحیه صورت، اون هم توی 30 سالگی به بعد این اتفاق میفته. اگر که ما این رو بتونیم تا 50 سالگی به تعویق بندازیم، عملاً پیری زودرس رو خنثی کردیم. اما چه کارهایی باید بکنیم و چه کارهایی به وسیله کارهای درمانی هست که به وسیله پزشکان انجام میشه؟ خواب کافی و خواب آرام و حداقل 8 ساعت در شبانه روز. یکی رژیم متعادل خیلی بهمون کمک میکنه. یکی نداشتن استرس و یا اگر استرس هست که این روزها خیلی هم زیاده، استرس رو مدیریت بکنیم. نکشیدن سیگار ایجاد مواد اکسیدان میکنه که اصلا برای پوست ما خوب نیست. یک مورد دیگه این که پوستمون رو برنزه نکنیم در برابر آفتاب. استفاده از ضد آفتاب خیلی به ما کمک میکنه. نوشیدن مقدار قابل توجه آب، حداقل 4 لیوان بزرگ در طی شبانه روز، این کار رو انجام بدیم. اینها مواردی هست که از پیری زودرس جلوگیری میکنه. یه نکته دیگه هم بگم، این که شاید در تبلیغات تلویزیون‌های ماهواره‌ای دیده باشید، شامپوهای استمسل. اصلا یه همچین چیزی وجود نداره. استمسل انجام میشه، اونم به عنوان یک پروژه پژوهشی تحقیقاتی در خیلی از دانشگاه‌ها، ولی این که به صورت اقتصادی وارد بازار بشه اینجوری اصلا نیستش و شامپوها اکثرا حاوی رنگ هستند، رنگ مو هستند. بگذارید که ما رنگ مو رو با حداقل ماده اکسیدان خودمون استفاده کنیم و از این شامپوها خودداری کنیم، از مصرف این شامپوها خودداری کنیم. مصرف دائمی الکل و کافئین، اون هم به پیری زودرس کمک میکنه. الکل دائمی و همینطور کافئین. این که گفته میشه که اگر ما روزانه 1 یا 2 تا فنجون قهوه بنوشیم، از پیری زودرس جلوگیری میکنه. این هم یک پروژه تحقیقاتی هستش که هنوز به نتیجه نرسید. بنابراین مصرف الکل و مصرف کافئین رو که چایی، ما ایرانی ها اغلب چایی میخوریم، این رو به حداقل برسونیم در طی شبانه روز. اما کارهای درمانی که می شود کرد برای اینکه این اتفاق پیری زودرس دیرتر رخ بده، یکی اینکه اگر بوتاکس لازم داریم در نواحی اخم و کنار چشم که بهش میگیم خطوط 5 کلاغی، اون رو تزریق کنیم. چرا که در ناحیه اخم اگر که ما دیر بوتاکس رو انجام بدیم، اون خط اخم فرو رفته و فرو رفته تر میشه و اون وقت با بوتاکس هم ترمیم کامل اتفاق نمیافته. مورد دیگه استفاده روزمره از ضد آفتاب هستش. من قبلا هم گفتم خدمتتون، آفتاب امواج یووی داره و این امواج یووی دارن که الیاف کلاژن و الاستین رو میشکنن و خرد میکنن. الیاف کلاژن و الاستین همون الیاف جوانساز و قوام دهنده پوست هستند. اگر که ما این امواج یووی رو نگذاریم به پوستمون برسه و ضد آفتاب دائمی استفاده کنیم، پیری زودرس رو به تعویق انداختیم. در دوران جوانی خیلی علاقه داریم که پوستمون رو برنزه کنیم، حالا یا با آفتاب یا با سولاریوم. در هر صورت داریم به پیری زودرس خودمون کمک میکنیم با تابوندن اشعه‌های یووی به روی پوست. استفاده از سرم ویتامین C یکی از اهداف درمانی ما هست. هر شب سرم ویتامین C تاکید میکنم، سرم ویتامین C رو به پوست ناحیه صورت بمالند. این باعث میشه که در دراز مدت هم پوست قوام بیشتری پیدا کنه و هم پوست روشن‌تر بشه. این هم یکی از اهداف درمانی هست که ما با سرم ویتامین C میتونیم بهش برسیم.
یکی دیگه از تجهیزات گفتم RF فرکشنال هستش. RF فرکشنال و هر گونه آسیب جزئی که به وسیله میکرونیدلینگ روی پوست انجام میشه میتونه به ما کمک کنه که پوست قوام یافته و روشنی داشته باشیم. این کار به وسیله پزشکان محترم انجام میشه. و یک مورد دیگه هم بگم در مورد تزریق فیلر هست، اون نواحی که احتیاج داریم و فیلری که توصیه میشه اون کار رو انجام بدیم. اگر دیر این کار رو انجام بدیم اون فرو رفتگی ها بیشتر و بیشتر و ماندگارتر میشه. عوامل ایجاد کننده پیری زودرس ژنتیک هستش. ما ژنتیک رو نمیتونیم عوض کنیم چون که انتخاب تولد و انتخاب خانواده دست ما نیستش، ولی خب بعضی از موارد ژنتیکی هستش که به دنبال آسیب DNA اتفاق میفته و در خانواده هم یک چیز مرسوم هست. اون رو هم به عنوان یک عامل ایجاد کننده پیری زودرس در نظر بگیریم، اگرچه نمیتونیم تغییری درش بدیم. مورد دیگه داریم و اون چروک زیر چشم هستش. نواحی زیر چشم به دلیل اینکه پوست نازکتری داره نسبت به سایر نواحی پوست صورت و همینطور ترشح کننده چربی کمتری داره، بیشتر مستعد هست برای پیری و ایجاد چین و چروک. استفاده از ضد آفتاب در لبه های نزدیک به چشم و استفاده از کرم دور چشم، اونم هر شب، میتونه این پیری زودرس رو به تعویق بندازه. ولیکن یادمون باشه کرم دور چشم تغییر فاحشی در صورت نمیتونه، در زیر چشم نمیتونه انجام بده، فقط پیری زودرس رو به تعویق میندازه. همین.